ترجمه فارسی بیان امام مهدی ناصر محمد الیمانی به تاریخ 31 تیر ماه سال 1403 هجری شمسی با عنوان از امام مهدی به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو. بسم الله الواحد القهار. یاران خدا هرگز ذلیل نخواهند شد و دشمنان او هرگز به عزت نمیرسند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، تو در اوج فساد بنی اسرائیل در سرزمین مبارک اقدام به تبهکاری و طغیان و سرکشی شدیدی کرده و در زمین به ناحق برتری جوی زیادی کردی و از آنجا که من از نزد خدا از اموری آگاه هستم که شما از آن بیخبرید، اگر تن به صلح نداده و تسلیم نشوی، آنچه را که اول به شما گفته بودم در نهایت بر زبان آورده و با نام خداوند بزرگ این قسم را تزکیه می کنم. به اذن خداوند واحد قهار تو شکست خورده ای، شکست خورده ای، شکست خورده ای. و حتی اگر تمام شیاطین بشر برای یاری دادن به تو گرد آیند و دست در دست هم نهند، قادر نیستند کمکی به تو کنند و پیروز نخواهی شد. آیا می توانی تقدیری که در کتاب مستور مقدر شده است تغییر دهی؟ بگو منتظر باشید که من نیز همراه شما منتظرم. و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خلیفة الله علی العالمین الامام المهدی ناصر محمد الیمانی.